آغاز هر صبح جهان با امکانات نامحدود بیدار می شود، مانند یک شبکه‌ای که همه را با هم وصل می سازد. این جریان یک تحول است، جایی که ما خدمات خود را تقویت می بخشیم و با پوشش و گسترش وسیع خدمات اینترنت در صدد ایجاد فردایی روشن برای افغانستان هستیم. بله، طبق تعهد روشن توانست به قله‌های بلند اتصال برسد و با وسیع‌ترین پوشش و سریع‌ترین خدمات اینترنت افغانان را در هر گوشه جهان با هم وصل سازد. سلام و سلامتی، عشق و دوستی نثار یکایک شما عزیزان، خوش آمدین به ویژه برنامه تجلیل از موفقیت خروجی روشن. خوشحال هستم که در این زمان و در این مکان در بین شما بزرگان و جوانان خود عضو کوچک این موفقیت بزرگ میدانم. در اصل این موفقیت بزرگ برمیگرده به کارمندان شبکه مخابراتی روشن، بخصوص انجینر صاحبان بزرگوار که در طول 2 دهه با تلاش‌های شبانه روزیشان توانستند که به قله‌های بلند موفقیت برسند و همچنان با پوشش سرتاسری و اینترنت سریع هموطنان را در سراسر جهان با هم وصل بسازند. به افتخار شرکت مخابراتی روشن و امید همتون بدرود. اینقدر زحمت کشیدن، اینقدر لطف کردن انجینر صاحبا و این بزرگان. غلام سخی جان تشریف آورده، پرسان کردمش، گفتم یک جمله به خدمات اینترنتی و همچنان تماشای رایگان روشن بگو. نیم ساعت غلام سخی چرت میزنه، میگه خاک در سر ما، نه اینترنت داریم نه تماشای رایگان. و همچنان در قسمت برنامه ما از معاون بخش فروشات شرکت مخابراتی روشن جناب نیازی صاحب خواهش میکنیم که بیشتر و بهتر بر ما بگوید. افتخار نیازی صاحب در کف محکم. تشکر قاسم جان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. رواه الطبراني في المعجم الكبير. از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین شخص نزد الله کسی است که نفع و فایدهش برای مردم برسد و بهترین عمل نزد الله خوشی و سروری است که با یک مسلمان ایجاد میکنی یا یک مشکلش را دور میسازی. در نخست تحفه و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم که عبارت است از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به محفل تجلیل از ارائه سریعترین اینترنت 4G روشن خوش آمدید میگویم. در ابتدا میخواهیم معلومات مختصر در مورد خدمات و فعالیت‌های شرکت مخابراتی روشن برایتان ارائه نمایم. روشن بیشتازترین شرکت مخابراتی افغانستان بوده که فعالیت خود را در سال 2003 آغاز نموده است. این شرکت با سرمایه‌گذاری در طی 20 سال در 34 ولایت در 387 ولسوالی فعالیت دارد که 91% نفوس کشور را تحت پوشش قرار داده است و نزدیک به 6 میلیون مشترک فعال دارد. با سلسله ارائه خدمات ما به مردم ما توانستیم در شرایط دشوار بیشترین سرمایه‌گذاری را در زمینه تقویت خدمات مخابراتی داشته باشیم. از آن جمله در سال 2023 برای بهبود کیفیت اینترنت
بالای تقویت سایت های 3G و 4G کار کردیم. در حال حاضر روشن 935 سایت 3G و 755 سایت 4G دارد که خوشبختانه سرعت 745 سایت 4G آن به 10 مگاهرتز افزایش یافته است و در بسیاری از ولایت ها به شمول کابل، هرات، غزنی و جلال آباد سرعت اینترنت 4G روشن 2 برابر شده است. ما همواره در صدد ایجاد نوآوری هستیم که یکی از این ابتکارات روشن معرفی سیم کارت آلفا بود. این سیم کارت دارای امکانات نامحدود است که شامل اینترنت نامحدود، تماس نامحدود و پیام نامحدود می‌گردد و شما می توانید به طور نامحدود از امتیازات این سیم کارت مستفید شوید. در کنار این ما پلان‌های 3 ماهه و 6 ماهه الفا پلاس را پیشکش نمودیم که به مردم عزیز ما این فرصت را می‌دهد تا پلان‌های اینترنت و تماس روشن را در بدل ارزان‌ترین نرخ فعال نمایند که برای 3 ماه و 6 ماه از امتیازات آن مستفید شوند و نیاز به فعالسازی دوباره نداشته باشند. روشن نه تنها در زمینه ارائه بهترین خدمات مخابراتی پیشتاز بوده، بلکه سهم مهم در عرصه‌های مختلف تعلیمی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی داشته است. از آن جمله می توان از برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف با حمایت مالی روشن برگزار گردیده بود یادآوری نمود. این فعالیت‌ها شامل لیگ‌های فوتبال، کرکت، مسابقات پهلوانی، نمایشگاه کتاب در قندهار، نمایشگاه آلیست افغانیست، مشاعره انارگل در ولایت قندهار و مشاعره لغمان در ولایت لغمان می‌گردد. روشن همچنان سمینارهای علمی را برای توانمندسازی و ارتقای ظرفیت محصلان برگزار نموده و هزینه تحصیلی محصلان برتر پانتون رنا را در کابل بر عهده گرفت. قابل یادآوری است که روشن به منظور سهم شدن در زیبایی شهر کابل پل کدسنگی کابل را به همکاری ریاست محترم شاروالی تزیین و بازسازی نمود. هدف ما فراتر از ارائه خدمات به مردم است و تلاش می نماییم تا با حمایت از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و امور خیریه از راه‌های مختلف به مردم عزیز ما مصدر خدمت واقع شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین و خیر باشین. یک دنیا تشکر از نیازی معاون بخش فروشات شرکت مخابراتی روشن. لحظات بزرگ زندگیتان را با بسته های بزرگ اینترنت روشن شریک سازید. بسته ماهانه 10.5 GB روشن را فقط در بدل 600 افغانی فعال نمایید. برای فعالسازی آردر را با 555 ارسال کنید. همچنان می توانید بسته بزرگ ماهانه 20 GB اینترنت را فقط در بدل 999 افغانی فعال نمایید. برای فعالسازی آر20 را با 555 ارسال کنید. روشن نزدیک شدن. بیننده و شنونده سیما صدای ما از بین کوههای زیبای افغانستان هستیم. اینجا دوستایی که تشریف آوردن نیمشان مشتریای بسیار دائمی و مشتریای وفادار خوب روشن هستند که بسیاریشان از خدمات اینترنت استفاده میکنن، بسیاریشان از خدمات صوتی استفاده میکنن، بسیاریشان مثل غلام سقی جان از حساب قرضه استفاده میکنن. کمیال 45 روپیه قرضدار هم است از حساب قرضه روشن. و ما میخواهیم که بهترین و وفادارترین مشتریای روشن امروز اینجا دعوت بکنیم تا ای که گونه اینا بهترین مشتری روشن شدن. ما اول تقاضا میکنم از عنایت الله رحمانی ورشکف بزنین که یکی از بهترین مشتریای شرکت مخابراتی روشن است. افتخار رحمانی. اول عرض سلام و درود تقدیم شما و همچنان حاضرین. امیدوار هستم که همه شما جور صحتمند باشید. دیگه تقریبا 6 سال میشه که من سیم کارت روشن استفاده میکنم به خاطر تیز بودن سرعت اینترنت شما. بسیار خوب. از کدام تخفیف ویژه خودت بیشتر استفاده میکنی؟ تخفیف های زیاد میایه. اکثرا مثال ما میتونم که در بدل 400 افغانی بیشتر از 10 جی بی فعال بکنم. دیگه همچنان بر ما قیمتش مهم نیست، تیز بودنش بر ما مهم است که در افغانستان بسیاری از هموطنهای ما از ضعیف بودن اینترنت رنج میبرن، میگن قیمت باشه
خب با سرعت باشه. دیگه ما هم به خاطر با سرعت بودنش سیم کارت روشن استفاده میکنم و انتخاب نمودیم. بسیار خوب. یک سوال، شما خب بهترین و وفادارترین مشتری روشن هستین. یک سوال میکنیم، یک آهو بعد از 4 سالگی چی میشه؟ یک آهو بعد از 4 سالگی خب آهو میباشه دیگه. چی میشه؟ 5 ساله میشه. 5 ساله میشه. خب ما یک توفیه بسیار خوبم بر شما در نظر داریم. همکارا عبدالله جان، توفیه دوست ما هست؟ توفیه شما را زدن همکارا. دیگه ما برای شما یک توفیه هم در نظر گرفتیم که یک بلوز فورجی روشن است و یک کلاه پیک مقبول و زیبا و یک بوتل او مدنی هم از طرف مک ما اونجا از خود نخوردیم. به نظرم پشت صحنه میتین تحفه را. پشت صحنه برگ صف تحفه درویش بر ما قابل قبول است. تشکر. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. وقتم خوش. بفخار جان کف بزنین. تشکر. والا هم از سخنسنج اداره اطراح خواهش میکنم لطفاً به افتخار آقای جلال الدین شمس یک کف بزنین تا ای که بیشتر برای شما توضیحات بده که روشن چگونه به سال 2024 رسید. به افتخارشان خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو د روشن مخابراتي شرکت ټول مشرتابه د روشن مخابراتي شرکت ټول قدرمن همکاران سټاف او راغلو مېلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. واقعا ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن موږ او تاسې په افغانستان کې د روشن مخابراتي شرکت د فورجي خدماتو په اړه راغونډ شوي یو. نن موږ او تاسې په بدخشان کې، په پامیر کې او په واخان کې خدمات لرو، په دایکندي کې، روزګان کې، هلمند کې، داسې سیمې چې هلته چا موبایل نه پېژاندو نن هلته خدمات شته دی. هر څوک کولی شي چې په ټول هېواد کې د خپل خپلوانو دوستانو سره ارتباط ونیسي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. محصلین زمونږ متعلمین کولی شي چې د خپل درسي مواد د انټرنیټ نه ترلاسه کړي. دا زمونږ د هېواد دپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. که تاسې وګورئ په دې وروستیو کې د اترا ادارې لخوا نه د فورجي خدماتو دپاره د فریکوینسي مزایده وشوه، فورجي اکشن وشو. دا د لومړی ځل چې په هېواد کې د فورجي فریکوینسي د مزایدې د لارې توضیح شوه. دا ډېره یو غټه لاسته راوړنه وه. تقریبا په 3 بانډونو کې چې 1800 میگا هرز، 2100 میگا هرز او 600 میگا هرز بانډز کې فریکوینسي توضیح شوه چې 50 میگا هرز فریکوینسي اکشن ته وړاندې شوې وه. د دې جملې څخه 40 میگا هرز مخابراتي شرکتونو فریکوینسي وګټله چې روشن مخابراتي شرکت هم تقریبا په 1300 میگا هرز بانډ کې 15 میگا هرز فریکوینسي ګټونکی شو. دغه فریکوینسي هدف هم دا و چې شرکتونه اضافه فریکوینسي ترلاسه کړي او دوی وکولی شي چې دوی خپل خدمات قوي کړي. او دا چې په هېواد کې اوس هم مخابراتي کیفیت په برخه کې مشکل موجود دی، د هغې یوازینی حل دا دی چې هغه سایټونه اپګریډ شي. لکه څنګه چې نن روشن مخابراتي شرکت دغه یو ابتکار وکړو او اکثره مخابراتي انتنونه دوی فورجي ته اپګریډ کړي دي. همداراز اوس هم زموږ په هېواد کې ډېر داسې مخابراتي انتنونه شته دی چې هغه 2G دي چې هغه باید مخابراتي شرکتونه اپګریډ کړي. د دې ترڅنګ زمونږ هیوادوال چې 2 مهم موضوعات دوی ته دي او دا موضوعات د اترا ادارې په اولیتونو کې هم دي. مخابراتو وزارت او اترا اداره په خپلو اولیتونو کې دغه 2 موضوعات لري چې هغه کوالټي اف سروس دی، د مخابراتو کیفیت او د قیمت د بیو موضوع ده. دې دواړو کې زمونږ هیوادوال شکایت اوس هم لري او مشکلات پکې موجود دي. اترا اداره کوشش کوي چې په دغه برخه کې هیوادوالو لپاره با کیفیته خدمات وړاندې شي د مخابراتي شرکتونو لخوا نه، چې په دې کې تر ډېره حده کار شوی دی او موږ ټولو مخابراتي شرکتونو باندې غږ کوو چې دوی کوشش وکړي خپل دغه شبکه نوره هم فراخه کړي او کیفیت ښه کړي. همداراز د بیو په برخه کې، قیمتونو برخه کې اوس هم په هېواد کې قیمتونه لوړ دي، دې کې هېڅ شک نشته دی. ولې دا خبره هم باید ومنو چې د بیو په برخه کې په مارکیټ کې رقابت ایجاد شوی دی. اوس مخابراتي شرکتونه خپل منځین رقابت ایجاد کړی دی او وروستیو کې تاسو ولیدل چې روشن مخابراتي شرکت د الفا په نوم باندې سیم کارډ چې لامحدوده انټرنیټ دوی وړاندې کوي، دا یو ډېر غټ ابتکار و. همداراز مختلف مخابراتي شرکتونه د خپل منځي رقابت په اساس باندې ولس ته مختلفې بستې، مختلف پیکیجونه وړاندې کوي چې هغه قیمتونه تر ډېره حده د کمېدو کې دي. نو که په عموم کې موږ وګورو د مخابراتو سکتور ورځ تر بلې په پراخېدو دی او په ښه کېدو دی. انشاءالله چې موږ ټولو هېوادوالو ته دا اطمینان ورکوو
چې دغه خدمات به نور هم فراخ شي، نور به هم ښه شي او بیې به هم نور راټیټې شي. او په آخره کې د روشن مخابراتي شرکت او د ټولو همکارانو د روشن نه ډېره مننه کوو چې په دې برخه کې دوی خدمات وړاندې کوي افغانانو ته او با کیفیت خدمات وړاندې کوي. ډېره مننه تاسو څخه. بسیار تشکر. با افتخار آقای شمس یک دنیا تشکر. یک شماره را غلط کرده بودم، پیشتر زنگ زدم گفت شماره را که شما دایر کردید فعلا در سیستم موجود نیست. قطع که گفت شو خاک در سرت. اینم تو یک شخصیت گفت. یک وقفه کوتاه داریم، دوباره زود برمیگردیم. بسته های بزرگ اینترنت شبانه 6 GB هفته‌وار 135 افغانی. برای فولسازی N135 را با 555 ارسال کنید. 10 GB ماهانه 225 افغانی. برای فولسازی N225 را با 555 ارسال کنید. 30 GB ماهانه 450 افغانی. برای فولسازی N450 را با 555 ارسال کنید. بازم خوش آمدین. در این قسمت برنامه ما میخواهیم به خاطر اتصال شرکت مخابراتی روشن خصوصا فورجی را که امروز ما و شما 2 برابر سرعتش با خود داریم، ما به می افتخار بخانه های مقبول و زیبا را به رنگ برند شرکت مخابراتی روشن به آسمان پرتاب میکنیم. سعی کنین دوستا خودتان مقصد نبره. ما و شما از 10 تا 1 حساب میکنیم، کمتان صحیح باشین. درست است؟ 1 وی بخی کم آمدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 نیم 10. افتخارشان. ما میخوایم که دعوت بکنم از یکی از دوستایی که در خارج از کشور تشریف دارن یک پیام مقبول و زیبا را به خاطر 2 دهه روشن روان کرده که با هم یک جا میبینیم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به ویژه برنامه تجلیل از موفقیتی فورجی روشن. امید که جور صحت سلامت باشین. اسلام الدین امیری هستم، کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان و تشکر که مرا در برنامه دارین و موفقیتی بیشتر و خوبتر. و دوست عزیزم قاسم جان که بسیار زحمت کشیده موفقیتی یافت و همین دوستا که امیال مرا از پرده تلویزیون یا امیال لایف مرا میبینه از زحمت‌ها و از کلشان تشکری میکنم و امید که همینطور موفق و سربلند باشین. تشکر. روز خوش. جایی که امیدی که فعلا در کانادا تشریف دارن پیام مقصود زیبا را روان کردن. تشکر. ورزشکارا افتخار هستند. در این قسمت برنامه یک خبر خوشم در شما دارم. داستان قهرمان فورجی روشن. شما دوستای عزیز میدانید که یک ویدیوی مقبول و زیبایتان راجع به استفاده از سریع‌ترین فورجی روشن بسازید و این ویدیو را شما در صفحه اینستاگرام، فیسبوک و یا یوتیوب و یا تیک تاک اگر دارین این را اپلود کنین و پست کنین و لینکش از طریق فیسبوک و اینستاگرام روشن برای ما بفرستین. جالب چی است؟ ویدیویی که بیشترین لایک و ویو و کامنت و شیر را بگیره ما در طول همین 3 ماهی که از حالات رو و 3 برنده که بلندترین ویو و لایک و کامنت داشته باشد ما 3 آیفون 15 پرو مکس تحفه در نظر گرفتیم. هر قهرمان در زندگی به سرعت فوق‌العاده‌ای نیاز دارد. با فورجی روشن شما هم می توانید داستان قهرمانی خود را به بهترین شکل به تصویر بکشید. با ما در رقابت قهرمان فورجی روشن یک جا شوید. یک ویدیوی کوتاه، زیبا و خلاق در رابطه با استفاده شما از فورجی روشن دور کنید و در صفحات شخصی خود بگذارید. ویدیویی که بیشترین ویو، لایک، کامنت و شیر را در جریان 3 ماه در صفحات مجازیتان بگیرد برنده آیفون 15 پرو مکس میشه. یکی نه، 2 تا نه، 3 آیفون 15 پرو مکس و 3 برنده. تو چی لغلق سعی داری؟ ویدیوهایتان را بسازین، در صفحاتتان به اشتراک بگذارین، لینکش همراه ما در کامنت شریک کنین و قهرمان
4G روشن باشید. روشن نزدیک شدن. سوال می‌کنیم از دروغ میگم. حالا بابت رمضان یا اینکه می‌گیم سلامت باشید. یکی از مشتریای خوب روشن که یک اتفاق جالبی عقیده باشه برشان. درست باز وقتا که شما یگان بستر حال می‌کنیم، یگان پکیجا را شما حال می‌کنید، یگان اتفاقای جالب می‌بینید. باز وقتا شاید امکان داره که نفر 40 روپیه کرده داشته باشه، او یک 20 جی بی اینترنت تقاضا داشته باشه. درست است؟ این در بین شما کدام اتفاق جالبی در وقتی که شما کدام دستی خوب روشن حال می‌کنید عقیده داره کسی در بین شما دوستان؟ تشکر و حالا با بسته 15 جی بی ماهانه فقط در بدل 650 افغانی با دوستانتان پیغام چت کنید، لایک کنید، کامنت کنید و در ارتباط باشید. برای فولسازی S650 را با 555 ارسال کنید. روشن نزدیک شدن. یکی از رفیقا و یکی از همکارایی که تقریبا 15 سال 14 سال میشه که با هم کار میکنیم و خاطرات بسیار خوبی داریم. شما هم بسیاری دوستایی که در آخرات تشریف دارن شاید یک وقت کودک بودین که برنامه‌های مقبول و زیبای این دوست و این رفیق ما را شما حتما میدیدین ها. غلام سخی لالا از باغ بالا و افتخار غلام سخی نبیزاده یک کف محکم بزنین. سلام و تمام حضرای دل از راه دور و نزدیک آمدین. سلام خود براتون تقدیم میکنیم. یک دقیقه دو دقیقه وقتتون رو میگیریم ولی یک چکچک کنیم با افتخار کنیم. نبوده در پیشتون نیوز شروع شاید نشر بکنم در طول نیوز. مرد بالای چیدم بسیار تشکر. قاسم جان رنگ چی است؟ رنگ تاز. اگر گم شود چکچک دارد؟ میخوام وقتی چکچک کنید. چرا فقط چکچک؟ آفرین گم شد کردم گلاس ها؟ خاطری شبکه روشن نگه صرف میشه این یک کار میکنه که دیگه اگر سوزن با قلم بخواه چی میشه؟ میگه سب اگر سوزن شبکه هم داره وقتخوار غلام سخی جان دوستا انشاءالله که این هوا یک ذره ابری شد و گرمی ها یک ذره کمتر شد. خدا کنه که حالتان بهتر باشد. این قسمت برنامه ما از همکارا خواهش میکنم به افتخار سرعت دو برابر 4G روشن همتان یک بار امی دهنتان یک شیرین شود. آماده از این هستیم که دوستا بیاین و یک کیک 4G روشن یک بار خط بکنن. ما در این قسمت برنامه از مرادی صاحب خواهش میکنم که تشریف بیارن و همچنان جناب نیازی صاحب تشریف بیارن به خاطر توته کردن کیک و کدام دوست ما اگر علاقه دارن از آخرا. خبر خوش به دوستداران یوتیوب. حالا با بسته هفته‌وار 10 جی بی فقط در بدل 225 افغانی از یوتیوب استفاده کنید و از دیدن ویدیوهای دلخواهتان لذت ببرید. برای فولسازی S225 را با 555 ارسال کنید. روشن نزدیک شدن. جناب مرادی صاحب سلام بر شما، خوش آمدید. تشکر از اینکه اگر شما نمی بودین
این فن شاید امکانات بسیار کم میدید که برای قاسمی صاحب محترم، تشکر از همه، سلام میرسونم به همه حضار گرامی که دیگه تشریف آوردن. به خاطر تجلیل از دو برابر شدن 4G و اینترنت روشن، من این موفقیت بزرگ برای خانواده بزرگ روشن تبریک میگم. موفق باشید. سلامت باشید. شما میتونید دوستان عزیز QR کد است، شما میتونید اسکن بکنید، یک جیبی اینترنت رایگان هم بعد از برنامه به دست بیارید. سوال اون طرف ندارید. و همچنان شمس تشکر لطف کردید و وقتی از دیگه کام در اختیار شما هم در اختیار شما و همچنان کارمندای روشن دوستایی که میخواین بیاین دوستا هستین؟ کجا هستین؟ و افتخارشان کم بزنید و افتخارشان برادرای جانی هر قهرمان در زندگی به سرعت فوق‌العاده‌ای نیاز دارد. با 4G روشن شما هم می توانید داستان قهرمانی خود را به بهترین شکل به تصویر بکشید. با ما در رقابت قهرمان 4G روشن یک جا شوید. یک ویدیوی کوتاه، زیبا و خلاق در رابطه به استفاده شما از 4G روشن جور کنید و در صفحات شخصی خود بگذارید. ویدیویی که بیشترین ویو، لایک، کامنت و شیر را در جریان 3 ماه در صفحات مجازی تان بگیرد، برنده آیفون 15 پرو مکس میشه. یکی نه، دو تا نه، 3 آیفون 15 پرو مکس و 3 برنده. تو چی لغلق سعی داری؟ ویدیوهایتان را بسازین، در صفحاتتان به اشتراک بگذارین، لینکش همراه ما در کامنت شریک کنین و قهرمان 4G روشن باشید. روشن نزدیک شدن. یک بار دیگر به افتخار کارمندان خلاق شرکت مخابراتی روشن و این عزیزایی که امروز سرعت 4G روشن 2 برابر ساختن در سال 2024 در وقتی که هوش مصنوعی قدم میزند. به افتخارشان یک محکم. بسیار تشکر و همچنان فاطمه جان عزیز، بانوی عزیزی که بسیار زحمت کشیدن این برنامه برگزار شود و یکی از عادتهای خوب فاطمه جان یا جالبش برادی سردی است که آموزان این بین حرفای خود زیاد انگلیسی میگن. اگر کسایی که انگلیسی نگاه و حرفایش را میکنن، مثلا در من زنگ زدن مسیح خان ما همی اینترنت 4G را 2 برابر پروواید میکنیم برای کستومر دیگه شما یک رنگ دستیش انتخاب بکنید که نه تو بلو باشه نه یالو باشه. یک رنگش نمی‌باشه. وقتی که ما کار بزنیم دست‌ها رو کار بزنیم. واقعا وقتی است که تیک 4G روشن ختم میشه دیگه تصمیم به دست شما است. 1 2 3 روشن نزدیک شدن. تشکر دوستان، تشکر از شما. همیشه با روشن باشین و مشتری وفادار باشین. از این بعد برنامه و پکیج‌های شرکت مخابراتی روشن و بیشتر من براتون رسانی میکنم. انشالله که خوشتون بیاد و شما لذت ببرید و همچنان از پکیج‌ها استفاده بکنید. یک دنیا تشکر و افتخار خودتان یکم بزنید. زنده باد افغانستان. تشکر. با آغاز هر صبح جهان با امکانات نامحدود بیدار می شود، مانند یک شبکه‌ای که همه را با هم وصل می سازد. این جریان یک تحول است، جایی که ما خدمات خود را تقویت می بخشیم و با پوشش و گسترش وسیع خدمات اینترنت در صدد ایجاد فردای روشن برای افغانستان هستیم. بله، طبق تعهد روشن توانست به قله‌های بلند اتصال برسد و با وسیع‌ترین پوشش و سریع‌ترین خدمات اینترنت افغانان را در هر گوشه جهان با هم وصل سازد.